سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ با من حاضر شین بریم دانشگاه. امروز هوا خیلی سرد نیست، بعد میتونم بافت بپوشم، بارونی هم نیست خدا رو شکر. هواشناسی هم دیدم گفته که فعلا قرار نیست بارون بیاد اگر خدا بخواد، چون هوای آنتالیا واقعا قابل پیش بینی نیست. یعنی یه روز یهو مثلا میبینی هواشناسی زده آفتابیه، بعد یهو بارون میزنه. خلاصه که اینا رو میخوام بپوشم. پوشیدمشون این شکلیه. امیدوارم به خاطر این ویدیو گرفتنم از اتوبوس جا نمونم، چون اتوبوسش فقط ساعت یه بار میاد بچه‌ها. ولی اگه از اتوبوس جا بمونم کلا یعنی جا میمونم، از کلاس هم همینطور. اینم روش بپوشم، شاید سردم بشه. البته نمیاد بهش، میاد نمیدونم، تست میکنیم. بد نیست، ولی دیگه خیلی گرمم میشه اینطوری فکر کنم. حالا ببینیم چی میشه. من دیگه برم تا دیرم نشده. بچه ها نظرم عوض شد، این بهتره. این دکمه‌ش هم اینطوری بسته میشه. به نظر خودم این بهتر شد. البته دوست نداشتم سیاه بپوشم، کلا خیلی دارم سعی میکنم رنگ مشکی نپوشم. ولی دیگه من برم تا دیرم نشده. بچه‌ها خدا نگهدار. یادتون هم نره که لایک کنین و کامنت بذارین و سابسکرایب کنید. فعلا